کی فکرشو میکرد ستاره‌ای مثل پژمان جمشیدی با همچین اتهاماتی روبرو بشه، از خیانت به همسرش تا اعتیاد به کوکائین؟ جواب همه این سوالات و ناگفته‌های پژمان جمشیدی تو این ویدیوه. با سیاه‌چاله همراه شو ببین که زنش چجوری مچشو گرفت. پژمان جمشیدی متولد 20 شهریور 56 تو بیمارستان آریای تهرانه. مادرش از هنرمندای عرصه خوشنویسی و دبیر اول دبیرستان بود و پدرش دبیر زیستشناسی. پژمان یه برادر بزرگتر از خودش به نام هومن و یه خواهر کوچکتر به نام مامک داره. از بچگی عاشق فوتبال بوده و خودش میگه از وقتی که دست چپ و راستم و شناختم فوتبال رو دوست داشتم. ولی اینو یادمه اول راهنمایی که بودم معلم ورزشمون گفت یه عکس و کپی از شناسنامت بیار و برو توی تیم آموزشگاهی. منم قبول کردم و از همونجا فوتبال حرفه‌ایم شروع شد. پژمان اول عضو تیم نوجوانان دارایی تهران شد و تو سال 74 وقتی 18 سالش بود به تیم ملی نوجوانان دعوت شد. پژمان دیپلم رشته سنگنوردی داره ولی دانشجوی انصرافی عمران با 110 واحد پاس کرده است، ولی خب درسشو نخوند و رفت سراغ فوتبال. پژمان بعد از تیم نوجوانان به تیم سایپا رفت و از اونجا به تیم ملی امید و بزرگسالان راه یافت. تو سال 79 بازیکن تیم پیروزی شد و به گفته خودش 21 بازی ملی داره. تو سال 81 توی مراسمی با بهاره رهنما آشنا میشه. خانم رهنما میگه همسرم هوادار تیم تو، از طرفی هم خود پژمان عاشق پیمان قاسمخانی یعنی همسر خانم رهنما بوده و دوست داشته اونو از نزدیک ببینه. این میشه که پژمان با پیمان قاسمخانی آشنا میشه، اونقدر با هم رفیق میشن که با هم میرفتن فوتبال بازی میکردن. پژمان از خاطراتش به پیمان قاسمخانی میگه از زمانی که فوتبالیست بود و وقتی سوپرمارکت میرفت میگفت فروشنده نمیذاش دست به سیاه و سفید بزنم و خود فروشنده همه چی رو برام میآورد، ولی وقتی فوتبالم تموم شد دیگه به هم محل نذاش و از این جور رفتارا زیاد دیدم. پیمان این حرفا رو میشنوه و جرقه طرحی تو ذهنش زده میشه و از این خاطرات پژمان تو سال 92 سریال پژمان رو میسازه و پژمان داستان ما میشه نقش اول سریال پژمان و استارت بازیگریش خورده میشه. بعد از سریال پژمان سال 93 با فیلم سینمایی آتشبس 2 اولین تجربه سینماییش هم به دست میاره و سال 96 با 8مین تجربه خودش نامزد نقش مکمل سیمرغ جشنواره فجر میشه که حاشیه‌های زیادی هم در بر داشت و خیلی ها میگفتن نباید فوتبالیستی که کلاً 8 تا فیلم بازی کرده نامزد بشه و این حاشیه‌ها تو اون سال خیلی سر و صدا کرد و باعث شناخته شدن پژمان شد و پژمان هم اصلاً عکس‌العمل بدی نشون نداد و خودشو وارد حاشیه نکرد و همین امر موجب محبوب شدن پژمان شد، جوری که تو سال 98 با حضور تو 5 تا فیلم سینمایی به یکی از پرفروش‌ترین بازیگرای سال تبدیل شد. دیگه انقدر معروف شد که خیلی از فیلم‌ها و سریال‌ها و نمایش خانگی و حتی تبلیغات تلویزیونی هم بازی می‌کرد که تو برنامه عادل فردوسی پور یه بار اعتراف کرد خیلی دوست ندارم که بیلبوردام تو خیابونا باشه. پژمان جمشیدی به همراه خانم ژاله صامتی به خاطر بازی دیدنیشون توی 3 فصل از سریال زیرخاکی برنده جایزه حافظ شدن. اردیبهشت سال 1401 بود که سام درخشانی تو برنامه خندوانه اعلام کرد که پژمان به زودی ازدواج میکنه. ازدواج پژمان هیچ وقت علنی نشد، اما توی مراسم فوت مرحوم آتیلا پسیانی فیلمی از پژمان پخش شد که خانومی در کنارش بود و از رو حلقه های تو دستشون مشخص شد که این خانم زن پژمان و خیلی زود اطلاعات این خانم بیرون اومد. نگار فرهمند متولد خرداد 67 اصالتا لور بختیاری، بلاگر تو حوزه مد و فشن توی اینستاگرامه. نگار هیچ وقت از ازدواجش با پژمان چیزی نگفت، ولی عکسای مشترکی که ازشون بیرون اومد گویای همه چیز بود. تا اینکه مدتی پیش نگار ایران رو برای همیشه ترک کرد و تنهایی به ایتالیا رفت و این مهاجرت تنهایی شایعه جدایی از پژمان رو پخش کرد.
چند وقت پیشم پژمان تو برنامه فوتبال 360 اعلام کرد که دوره سختی از زندگیشو داره میگذرونه و از مردم خواست تا برای حال خوبش دعا کنن و این صحبت‌ها تا جایی صحت جدایی اونا رو تایید کرد. تا اینکه رسانه پشت پرده در مورد جدایی این دو نفر افشاگری کرد و گفت پژمان جمشیدی زمانی که توی خانسار سر فیلم برداری بوده، نگار بیخبر رفته خانسار و مچ پژمان رو تو خونه با 2 دختر گرفته و این باعث شده که جدا بشن. همچنین این رسانه گفته که پژمان اعتیاد شدید به کوکائین داره، در حدی که هر چی در میاره خرج اعتیادش میکنه. اما خودم قلباً امیدوارم که این افشاگری ها دروغ باشه. نظر شما در مورد این اتفاقات چیه؟ به نظر شما پژمان واقعاً خیانت کرده یا به نظرتون پژمان واقعاً معتاده؟ حتما نظرتون رو برام کامنت کنید.